دولت ترکیه در مورد ادعاهای بدرفتاری با پناهجویان هنوز ابراز نظر نکرده. ارزروم، آیدن و وان از جمله شهرهایی هستند که مهاجران در آن بازداشت شدند. 717 نفر این مهاجران بازداشت شده افغان‌ها هستند. در همین بازه زمانی آبهای ترکیه هم گواه مهاجرت‌های غیرقانونی بی‌پیشی نبودند. بسیاری مهاجران اما در دو طرف دریا و چنگ پلیس افتادند. پس از نشر خبری درباره پناهجویان اوریان، ترکیه و یونان همدیگر را به بدرفتاری با مهاجران متهم کردند و حالا به نظر می رسد برای اثبات همدلیشان و نمایش نجات رو آوردند. گارد ساحلی ترکیه اعلام کرده نزدیک به 1000 مهاجر